آقا من 500 میلیون از کجا بیارم بذارم رو پیش مغازم؟ یا من که نمیگم، ایشون داره میگه. ایشون واسه خودش میگه. خدا شاهده همین الان مشتریشو دارم. بیشتر از اینم میده. آخه مگه میشه سر سال نشده اجاره مغازه دو برابر شه؟ میشه آقا، چرا نشه؟ همه چی توی مملکت میشه. آقا علنا دارین زور میگین دیگه. زور چیه برادر من؟ هر چیزی یه حساب کتابی داره. ما که رو هوا قیمت نمیذاریم که. آره حساب کتابش اینه اجاره مستاجر زیاد کنی یکی دیگه بیاد جای طرف، شما کمیسیونت بگیری این وسط. ربطی داره اصلا؟ آقا رسولی خدا شاهده اینجا اونقدری نداره که فکر میکنه. کارشناس اومده قیمت گذاشته دیگه، دست من که نیست برادر من. الان این کارشناسه؟ بله دیگه، ایشون قیمت میذاره. آقا اگه مشکلی هست اصلا قرارداد تمدید نمی‌کنیم. خب این که دیگه بحثی نداره. چی میگی تو؟ چی میگی تو اصلا؟ آقا نکنین کارو، چی میگی؟ درست پشتم نیست حرف آقا، می‌زنی؟ این کار درست نیست. چی میگی پشتم حرف صاحب می‌زنی؟ ملک مالشه. به هر کی هر چقدر دلش بخواد اجاره تو میده. شب میری خونه بزنه و بچت میگی نون آوردی یا نون تو خونه من مستجزایی در آوردی. چرا نمیخواین تو امثال تو اینو بفهمین؟ بابا به پیر به پیغمبر قیمت ملک دو برابر شه، فقط خونه گرون نمیشه. اون شیر خشکی که برای بچت می‌خری هم دو برابر میشه. اون مهریه زنت خرج خودت رفته اومدت خورد خدا که اون نونی که سر سفرت میبری هم دو برابر میشه. آقا رسولی میدونم ملکته مالته، ولی جان عزیزت خرج خونت و شهریه دانشگاه بچت و سرمایه گذاری واسه آیندت از مستاجر نگیر. چه علمت مغازت شاه نفت که نیست برادر من. آقا اونی که باید به فکر باشه که به فکر نیست، حداقل خودمون به خودمون یکم رفت.